امروز میخوام راجع به این موضوع هم صحبت کنیم که چرا مهمتر از کاهش عدد ترازو کاهش سایز و کاهش توده چربی بدن هستش. یه نمونه رو با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا یه آنالیز رو با هم دیگه بررسی کنیم. یه خانم 37 ساله با وزن اولیه 86 کیلو 400 گرم که در طی یک جلسه رژیم درمانی به وزن 84 کیلو رسیدن، یعنی 2 کیلو 400 گرم کاهش وزن را داشتیم. اما مهمترین آیتم در کاهش وزن کاهش توده چربی بدن هست. توده چربی بدن این خانم جلسه اول 43 کیلو 100 گرم بوده، جلسه دوم به 35 کیلو 700 گرم رسیده، یعنی 7 کیلو 400 گرم کاهش توده چربی رو داریم. پس چرا وزن داره بهمون نشون میده که 2 کیلو 400 گرم کاهش پیدا کرده؟ بقیه آیتم ها رو نگاه کنیم. مقدار مایعات و ویتامین های بدن از 31 لیتر و 800 به 35 و 300 رسیده. بسیار عالی هستش که اضافه بشه. پروتئین عضلات از 8 کیلو 600 گرم به 9 کیلو 500 گرم رسیده. این هم آیتم مهمی هستش که باید در طول رژیم اضافه بشه. و مقدار مینرال ها، یعنی در واقع تمام تراکم استخوان از 2 کیلو 900 گرم به 3 کیلو 480 گرم رسیده. این هم بسیار مهم هستش که در طول رژیم اضافه بشه. در واقع در طول رژیم یک ماهه از وزن چربی 7 کیلو 400 گرم کاهش توده چربی رو داشتیم، در کنارش مقدار مایعات، ویتامین ها، عضلات، استخوان ها اضافه شده. همچنین میتونیم داشته باشیم که در واقع چاقی گرید 2 ایشون به چاقی درجه 1 رسیده بر اساس BMI، لول چربی از لول 20 به 17 رسیده و عدد سلامت از 53% به 67% رسیده. به همین ترتیب عدد سوخت و ساز پایین بدنشون که 1300 کیلوکالری بوده در طول یک جلسه به 1413 کیلوکالری رسیده. پس میتونیم در همین جا ببینیم که برامون اثبات بشه که در رژیم های کاهش وزن لطفاً به عدد ترازو دقت نکنین. آنچه که برای ما مهم هستش کاهش سایز و در واقع کاهش توده چربی بدن هستش. مثلا از 20 کیلو 400 گرم ناحیه شکم پهلو، چربی شکم پهلو به 18 کیلو رسیده که این یک کاهش سایز بسیار عالی رو میتونه برامون رقم بزنه. ممنونم از اینکه با من همراه هستین. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت رو دارم.